که مرحمت چای دوشیم. زحمت ندیم آقای حکمت. من هم کمی کاری ضرور دارم. کاش که از دستمان چیزی بیاید. از دیروز باز غیب زدن بختیار اساسا مرا هم ناراحت کرد. ما هم اطراف را پرسیده یک کابیم کنی؟ من خدا بسیار ناز می شود. یک صورتش در دستمان می شد، دیدگی تیزتر به ما خبر می رسوند. درست میگوید آقای ایتکین. در خانه بود. من زود گرفته بیایم. میلش، ما همینجا انتظار می شویم. میلش. تا 24 ساعت نگذارد یگان کار کردن نمیتوانیم. این خدا سی گپ ها؟ به خانه میرویم خانم؟ بله به خانه. یک ثانیه، تو خانه مرا از کجا میدونی؟ باز همین تویی. در حال ماشین رو من کن گفتم. آرام شو. تصادف نبودنشو نقل میکنم گفته بودم کو برای همین آمدم. با تو گفتم ماشین را نگاه دار. تو مرا میدزدی؟ چی کار میکنی؟ مرا خوشتری هستی؟ در اصل تو چی کار میکنی بی عقل؟ تو خودت را چی فکر میکنی؟ کم من مرا بدزدی. بی عقل. یک دقیقه، من یک رفیق اکد هستم. دیشب رو میگفتم با همین سبب روبرو شدیم. برای همین رو گفتن آمدم. رو از اینجا. آنقدر لقمه آسان نبوده است. آقای ایتکین، انا رسمی بختیار. میلش، شما پروا نکنید. من به همه طرف خبر میفرستم. دیدگی شنیدگی میدانستگی پیدا شود و شما خبر میدیم. بعد از آن حتما با شما وا میخوریم. رحمت کلان. برای همش تشکر زیاد. و شما روزی خوش سلامت باشید. بختیار کی است؟ کی؟ آقای رفعت بختیار. وای، این ماری میکفتگی من در بغلمان بوده است. نباشد دامادم را بختیار میکش مگر؟ این چه خیل شده باشد؟ در کجا این بیشرفان؟ این آدمان کی هستند امک حکمت؟ آقای ایتکین رفیق بختیار بوده است. صورتش رو طلب کرد، من هم دادم. برای چی؟ شنید که بختیار از دیروز غیب زده است. یاردم کردن خواست. از اطرافیان میپرسیده است. یکان دیدگی و شنیدگی پیدا شود خبر میدید. من به خانه میروم. خیلی من رفتم. میلش. اکای تکین نه بختیار نه مندو نه انیل یگان تش نیست. در کجا باشند این بیشرفان؟ با این قدر خیانتی کلان رو به رو هستم که تمام استانبول را سوزانم. آتش درونم را خاموش نمی سازد. وای ممدوی احمق را زن. در کجا بودنشان را آیسته پرس. علیو، شما در کجا هسته؟ اکای تکین شما را در آفیس انتظار است. میلش برادر.
بیایید کنی بیایید. کارهایی که با شما میکنم نیستش در عقلم نیست. اگر یگان کس دیگر را ترساندنی خواهند کارهای به شما کردم را نقل میکنند. تا وقتی که دنیا هست عاقبت دهشتناک شما عبرت عالم میشود گفته نقل کرده میشود. рамазон зангзадаи суд аст. алло рамазон, аз бахтиёр ягон хабар аст? نه اکا من برای دیگر چی زنگ زدم. امروز به اینجا آیتکین گفتنی یک شخص اومد. چی؟ айтекин? аз ростӣ? اگه ایتکی چلوخه دارد айтекин ба назди рамазон рафтааст. دانه اکنون کار رسوا شد. بله اکا انیق اومد. از امکی حکمت صورت اکای بختیار رو گرفته است. ما تمام شدیم اکا. майнаш бародар раҳмат. имрӯз рӯзи қиёмат аст анил. اگه ایتکی برای بوغی کردن با او پیچه زده است. ин дафъа аз ин кор ҷои гаштан нест. бисёри бад ошкор гардидем. نباشد برای همین بختیار گریخت. бахтиёр одаме нест ки дар қафояш одам монда гурезад. ин ҷо дигар масъала аст. اگه بختیار نیست ایتکی سری ما رو آشکار کرد. ما تو бисёр ғамгин нашав. ба ҷои сар кардаамон бармегардем. эҳтимоли аз ҳама бад аз 10 қафо сар карда ҳисоб карда якдигарро мепаронем. ором бош. بازم خیر چرا به چنین حال افتادیم؟ کجا شدن آنها؟ تا حاضر باید رسیده می آمدن اکا. این احمقها وضعیت را فهمیده گریختن چی؟ نمیدانم اکا. گوش کن ترکم. به اطراف خبر پخش کن. چی خیل نباشد آنها را یافته نزد من بیارید. به آن دنیا روند هم گردانده آورده تکرارا میکشم. با امر شما اکا. فؤاد زنگ میزند اکا. فؤاد؟ لبای فؤاد؟ ریفت رو یافتم اکا. چی؟ زود سراغه رو به من ده. بیا میرویم ترکم. الیم گوش کن. من از تو یک چیز میپرسم. پرس. این انیل احمق عاشق تو بود؟ چی گپ شده است؟ برای اینکه با من عاشق است؟ برای همین؟ نه جونم چی علاقه داره؟ نباشد برای چه احمق میگویی؟ کودک از من گفت که برای همین پرسیدم. خیر چی کار کند؟ مجبور کردن که گوید. خیر خوب. انیل آدمی بهترین دنیا میشود. با من چی؟ احمق یا اینکه نه؟ با من چی دخل دارد؟ من چی کار دارم؟ الیم یک چیز پرسیدنی هم نمیگذاره که بپرسم. پرس. این انیل با تو عاشق است یعنی؟ بله عاشق. تو چیزی که خواهی گفتت رو میکند همین طور؟ یعنی چونین؟ اگر به اینجا آید گویم که انیل جان به سرت پران میپراند. نه اینقدر لازم نه. جای ریفت رو برای من فهمیده میتوانی؟ زب چی بوده است؟ خیر پرس. انیل تو هم کمتر سری غفصت رو کار فرما چی کار میکنیم؟ فکر دارم اکا. ایلین وقتی زنگ زدنت رو یافتی اکنون در سر قبرم گریه میکنی. تو چی خودت به خودت گپ میزنی؟ یکم گپ نیست اکا. همین خیلی. چرا جواب نداده با کی سر گذاشتی گپ زن؟ اکا گفتگوی بیهوده میکنم. هم احوال گپ زنی داریم که گپ زنم بخیر.
ҷавоб надод. накушод. чӣ хел барои ту ба сараш мепарондагӣ ҳатто телефонашро намекушояд. ман ба вай нишон медиҳам. занг занад ҳатман ҷояшро фаҳм. майлаш чӣ хеле ки маслиҳат кардем. ту худатро чӣ ҳисоб мекунӣ? ту кистия ки телефони маро ҷавоб намедиҳа? шумо кистед? шумо ки ҳастед? элем ҷон, ин ман анил. ба ман занг зада будӣ ку? барои чӣ ба зангам ҷавоб надодӣ? натавонистам, чунки бисёр як кори муҳим доштам. агар лозим шавад барои ту шуда худамро мекушам гуфта будӣ. ҳатто ба зангам ҷавоб надодӣ. дурӯғгӯи аблаҳи аҳмақ. ин хел нагоҳ элем ҷон. ман ишқи туро ба ҷон харидам. تو امر کن پرنده شدن ازت پرواز کنم. تو امر کن تیر شده بسرم در رویم ایلیم. بس کن پرنده شدنت شرط نیست. به این هم وزنت اجازت نمیدهد. آقای رفت در کجاست؟ تو همین رو گوی بس. آقای رفت نیست، غیب زده است. او را میکوبیم. غیب زده است؟ یعنی مایلش برادر، تو با رفیقان سلام گوی. خیر برادر انیل. خیر گپ را دراز نکنی. خیر بعد آمده میبینیم تو. خیر انیل بیهوده برادر میگویده این بیحق رو بی احمق. چی خیل در این وضعیت با تلفن گپ میزنی جناب انیل؟ اگه تو هم یک کشا یک نکشا میگویی، یعنی با تو گفته بودم که گفتگوی اینا در کار میکنند. شما کی هستید؟ فؤاد در کجا هستی؟ لطیفه خانم چی گپ شد دختر؟ عزیزه دروغ گفته است. رفت غیب زده است. چقدر غیب زده است؟ آدموناش گفتن در همه جا وی رو میکوبند. انیق همون ایتکین گفتنی آدم رفت رو دزدید. عزیزه عمر از رفت یگان خبر هست؟ متاسفانه نه ینگه. این آدم در کجا باشد؟ عزیزه زود گپ زن که با پسرم چیکار کردید؟ با خود بیایید لطیفه خانم. پسرتون رو چیکار میکنم؟ پسر شما باشد با من شوهر است. استراحت میکند گفتم که دروغ نگوی. رفت غیب زده است. با من جای رفت رو گپ زن. پدرت یگان کار کرد با فکرم. برای همین جایش رو نمیگویی. نه لطیفه خانم خیلی گپ نیست. فقط با رفت زنگ زده نمیتوانیم. چقدر زنگ زده نمیتوانیم؟ برای چی به من دروغ گفتی؟ برای محافظت کردن آن پدری ظالمت؟ خوردت سری پسرم رو خوردت. با پدرم گپ زدم. پدرم حتی خبر ندارد. باید چی میگفت؟ شوهرت رو کشتن تو سلامت باشی میگفتن؟ با تو چی؟ یک تاش پدری من دیگرش شوهرم. با تو چی شده است؟ تو در یگان جای این عائله نیستی. اکنون تو هم نیستی. رو از این خانه. دفع شو.
نه رابط، نکشیم نمیگویم، لیکن عذاب داده نمیتوانیم. نمیشود. گذشته یک جا داریم. به ما نمیسیبد. نه. اکی ایدگین از اینجا حاضر؟ چرا عصبی میشوید؟ تو دیوانه شدی مگر؟ مرا زود کشا. من ایتکین یوزم. مرا کشا. حالا هم نفهمیدی؟ حالا هم رابط یک کمتر خاموش باش. بین گپ زده ایستادم. اکی ایتکین تو باید از اینجا زنده نبروی، لیکن تو هم از اول جای حقیقی مرا ندادی. نباشد من خودم جایم را خودم کشیده میگیرم. من تو را از کوچه گرفته کلام کردم کور نمک. اکنون میخوایی مرا پرانی؟ درست میگوید رابط. مرا از کوچه گرفت. با کی گپ زده ایستاده ای تو؟ رابط کی است؟ رابط رفیقی دوران کودکی من است. در انگشت خانه‌ای که پدرم مرا محکم کرده بود با او شناس شدم. بغیر از رابط یگان رفیقم در نظرم نبود. در اون انگشت خانه تاریک چی نقل کرده ایستاده ای تو؟ اکی ایتکین گذشته ما با رابط از تو هم پیشتر است. وقتی که تو نبودی وای بود. وای مرا برآورد. هر حق را با صاحبش سپردن را از تو آموختم اکی ایتکین. با این سلاح رفت را کشتنی شدی؟ اکی ایتکین وضعیت میدونستگی شما بری نیست. گپ را بس کن. پایت را دراز کن. رفت جزایش را بده. به من نگر فؤاد. رفت با دخترم به نزدیکی آیله دار می شود. یک بار دیگر چون این کار کردنی شوی به سرت تیر می خوری. حاضر این سلاح را گیر و نغز محافظت کن. وقتی به یادت همین خیل چیزهای خطا می آمده را نغز به خاطر می آری. این سلاح را در خاطر داری اکی ایتکین؟ آخر تو داده بودی که؟ از همان روز من این را نگاه می‌دارم. زود مرا کشا ابله. تو عقلت را خوردی؟ مرا از اینجا برار. فؤاد مرا کشا. دراز نکن. چه بگب می‌دراری این را؟ دراز نکن گپ را. بغیر هر دوی ما کسی نیست. با کی دراز نکن میگویی؟ ایتکین میمورد.
نقشه هم همین را طلب میکند. رفت را بیهوده دزدیدی مگر عقلت را بسرم گیر. گناه کشتن ایتیکین اثر رفت میماند. عزیزه باشد به تو میماند. نه الاش اجازه ده کمتر فکر کنم. اگر حق باشی گفتت رو میکن وعده میدیم. هر زیاد اجازه دادم اکنون این را پرم دراز نکن. فؤاد تو چی کار کردی ها؟ چی کار کردی؟ اکایده تیکینت رو پروندی مرا پروندی. فؤاد مرا نجات ده. گرفته به بیمارخانه بر. اما ماشین رو فقط روبت میرونه. فؤاد من میمورم تو هم تمام میشوی. مرا اینجا نگذار. اگر من مورم تو را هم زنده نمیگذارند. من تمام شوم تو هم تمام میشوی. فؤاد نجات ده. فؤاد آقا رفت ما رو بسیار ترسوندی. طاهر جان ما بازی را چخل بریدیم ها؟ آفرین با تو. یک طرفیست دلی مادر چیز نمیدونی مگر. از کجا میدوند؟ در کجا بودی پسر؟ ما همراه طاهر جان بازی کنی رفتیم لیکن بازی را بریدیم. همین خیلی طاهر جان. آفرین شیر بچه. پسرم یگان چیز نفهمیدم از گفته خویت. همین قدر کلان شده ای بازی موزی چی نقل کرده ایستاده ای هیچ نفهمیدم. آقا رفت چکر منم با گناهی پروندن ایتکین یوز شما را دستگیر میکنیم. به شعبه پلیس میرویم. چی؟ پدر؟ این خیلی نمی شود.
عزیزه التجا میکنم گوش کن. عزیزه من این کارو نکردم. хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung. Ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. Акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. Телефонҳо бо сифати олӣ. Барои харидорӣ намудан ба линки дар таги видео дар рӯи зайф кунед, бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед. پدر سرجه نبرید پدرم رو. طاهر به هیچ کجا نروید پدر. بازی را ما بردیم. جمیله از خونه میرود.